سلام خدمت دوستان عزیز. امروز برای معرفی ایردراپ جدید و بسیار معتبر خدمت شما رسیدیم. از شما خواهشمندیم که حتما شبکه یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید که به هر حال ما میل و رغبتی داشته باشیم برای درست کردن ویدیوها برای شما. خب بریم سراغ آموزش این ایردراپ جدید. ابتدا وارد تلگرام میشین، وارد چنل گیمز کوین میشین. همونطور که میتونید آیدی چنل گیمز کوین آندرلاین آی آر تیریه. اگر بیاید این قسمت ما یه ایردراپ جدید معرفی کردیم تحت عنوان راکی رابیت. لینک ورود به ربات ها میزنید تا وارد ربات بشین. استارت. منتظرمون تا ربات لود بشه. وقتی وارد ربات میشیم برای ما دو تا گزینه میاره که زیاد مهم نیست، میگه که شما دخترید یا پسر. حالا ما پسر انتخاب میکنیم. جام زبان‌ها گذاشته که فقط هم یه زبان انگلیسی ها داره و گزینه دیگه نداره. روش کلیک کنیم. استارت میزنیم تا وارد ربات بشیم. بعد از اینکه وارد ربات شدیم اولین تب آخر رو توضیح خدمتتون بدم. قسمت ایردراپ. این ایردراپ بسیار معتبر، یعنی شاید بگیم جزء معتبرترین ایردراپ هست. از اون نظر که اومده برای شروع کار 10,000 تن عرضه کرد. 10,000 تن تقریبا میشه 4 میلیارد و 800 میلیون تومان. حالا این 10,000 تن رو به چه کسایی میده؟ اگر وارد قسمت فرند بشی میبینی که گفته که اگر که اکانت تلگرامشون یه اکانت ساده باشه به ازای دعوت هر دوستتون 5,000 تا سکه و 1,000 تن به شما جایزه داده میشه. و اگر اکانت پرمیوم داشته باشید 2,000 تن و 25,000 سکه به شما هدیه داده میشه. پس از این جهتی که این ایردراپ اومده نزدیک به 10,000 تن اول کار به شروع کار داره عرضه میکنه، معلومه که 100% لیست میشه. اگه وارد شما ایردراپ بشید این مراحلی که تا الان ربات پشت سر گذاشته، یه قسمت گیم لانچ داره که به قول معروف همون ایجاد بازی بوده. این قسمت هم قسمت به قول معروف پردازش بازی و این قسمت دوم هم به قول معروف قسمت ماین کردن. تا حالا قسمت بعدی بازی هم که هنوز باز نشده تا برسیم قسمت آخر که لیست شدنش. یه قسمتی داره اینجا کانکت یور والت که هنوز اگه کلیک کنید روش میزنه که کامینگ سون، یعنی هنوز این قسمت به بازی اضافه نشده و به زودی اضافه میشه. و الان ما نمیتونیم به ولتمون این ربات‌ها به قول معروف کانکت کنیم چون هنوز این گزینه اضافه نشده. اگه وارد اون بخش فرند بشیم که می‌بینیم که اینجا هم میتونیم اینوایت فرند هم بر روی این گزینه کنار کلیک کنیم. لینک ما کپی میشه که میتونیم برای دوستان بفرستیم که بگفتن که به ازای هر دوستمون اگه اکانتمون معمولی باشه تو تلگرام 5,000 سکه و 1,000 پوند به ما جایزه میده که الان من هیچ کس دعوت نکردم و لیست فرند من ست. یه قسمتی داره بتل که این هم هنوز به بازی اضافه نشده و کامینگ سونه که شاید در روزهای آینده بازی اضافه میشه. این قسمت اول این خبر پوش است تا توضیحات خدمت. از این بالا بخوام توضیح بدم یه گزینه داریم به نام اسپانسر سلکت که این گزینه هم زیاد گزینه حالا بگیم پیچیده نیست. هر کدوم دوست داشتید میتونید انتخاب کنید. سری به قول معروف صرافیان که صرافی بایننس، صرافی بای بیت و حالا هر کدوم دوست داشتید انتخاب. من تون کوین رو انتخاب میکنم. این که اضافه شد به این قسمت ربات. یه قسمتی داریم اورلی که در واقع هم پروفیت ما، مثل پروفیتی که تو همستر داشتیم اینجا اسمش اورلی که الان این صفر. حالا بهتون میگم چطور اینو میبرید بالا. یه قسمتی داریم توتال ارن. یعنی چی؟ این یعنی کل سکه که تا حالا شما جمع کردید. این کل سکه رو ممکنه بعدها برید و خرجش کنید. مثلا کارت اینا بعد که نسبت به این 15,000 تا کمتر، همیشه مقدار به قول معروف این مقداری که جمع میکنید این مقدارش خرج میشه که خرج خرید کارتی حالا هر چیز دیگه میشه. اگر کلیک کنیم میبینید که این 15,000 تا ما افزایش پیدا میکنه و حالا این مقدار که داره افزایش پیدا میکنه اینجا اگه دقت کنید داره از این مقدار 5,000 تا کم میشه که الان میدونید که به ازای هر انگشت زدن ما یه دونه داره به قول معروف کم میشه. ما میتونیم باز دوباره ارتقا بدیم از قسمت اگه روی گزینه بوست بزنید این هم مولتی تپ است. یعنی اگه ما 2,000 سکه بدم حالا انجام میدیم و کنتینیو بزنیم میبینید که ما دیگه به ازای هر انگشت زدن ما 2 تا برداشت میشه سکه و این سهولت ما رو افزایش میده. یه قسمتی هم داره پست انرژی لیمیت که باز دوباره اگه من ارتقا بدم میبینید که اینجا 5,000 تا جمع میشه که الان 5,500 تا ارتقا پیدا کرد و اینطوری میتونید که همینطوری مقدار بوست ما افزایش بدید. یه قسمت هم بالا داره فول انرژی که تو روز 5 بار میتونید اینا شارژش کنید. یعنی اگه شما این 5,500 تا صفر شده بیاد این بوست و این گزینه رو بزنید دوباره این پر میشه میتونید ماین کنید زکاتون. یه قسمت اینجا داره که 73% نشون داده. این در واقع کلیک کنیم روش لول ما رو نشون میده و کاپی ما رو نشون میده. حالا اینجا به ما میگه که مثلا رنکینگ شما مثبت 100، مثلا رنکینگ نفر اول 76 میلیون سکه داره و 8.53 تا تون داره. یعنی این شخص تو الان 8,532 نفر رو اد کرده، یعنی فرند داره، ریفرال داره و خب واقعا جالب. همینطوری کاپا که زیاد میشن نشون میده که شکل خرگوش هم عوض میشه. حالا این
گزینه زیاد کارش نداریم. میریم قسمت ارن داره. این قسمت ارن هم هر روز بیاد سر بزنه. یه قسمت دیلی تسک داره که هر روز به شما جایزه کلیک کنید روش. روز اول 500 تا سکه، روز دوم 1000، 2000، 4000 تا 32000 سکه را توی 7 روز به شما میده و هر روز شارژ میشه. یه قسمتی هم داره که تسک لیسته که اگه کلیک کنید روش رو برگردید کد نگاه کنید. اگه جوین ها بزنید و وارد اکانت ایکس رو میشه، اصلا نیاز نیست فالو کنید، فقط برگردید و چک ها بزنید و مقدار سکه را به شما میده. اگر 3 تا فرندم اد کردید بیاد این گزینه رو بزنید تا 30000 سکه را بگیرید. یه قسمت خیلی مهمی که می‌خواستم بهتون بگم قسمت ماین که باعث میشه پروفیت ما بره بالا، که شامل 3 قسمت: فایتر، کوچ و تورنمنت. حالا هر کدوم از این قسمت‌ها همونطور که می‌بینید به غیر از قسمت تورنمنت یه قسمت آپگرید داره، قسمت کلاین. قسمت آپگرید که مثلا همینطوری که می‌بینید، مثلا اون کارت اولیه آبش کنم به این آپگرید که بزنیم کارت ما به لول 1 ارتقا پیدا. و کارت دوم چون می‌تونید افزایش باز دوباره همینطور بزنم، کارت دوم باز شد، کارت دوم شد لول 1 و همینطوری کارت 3 تا اینا رو کلا حالا نگاه کنید پروفیت ما از 0 شد 1380. یه قسمت کلاین داره که میگه که 21 ساعت و 43 دقیقه دیگه این کارت برای شما باز میشه که میتونید ارتقا بدید. الان برای ما قفله. یا مثلا کارت‌های بعدی همینطور بوده که 1 ساعت و 43 دقیقه، 4 ساعت 43 دقیقه همینطور شما بیاید چک کنید کارتایی که باز شده قسمت کلیم اگه بزنید روش میاد توی قسمت آپگرید و دوباره ارتقاش میده. قسمت کوچ هم همینطور، قسمت تورنمنت هم همینطور. این کارتا رو وقتی افزایش بدید پروفیتی همون اورلی شما افزایش پیدا میکنه و دیگه قطع پروفیت رو افزایش پیدا کنید. نیاز نیست که بخواید تک تک ماین کنید و خودش ساعتی براتون ماین میکنه. اگر روی قسمت هورلی کلیک کنید میگه که تا 3 ساعت ما برای شما ماین کنیم، یعنی من 3 ساعت دیگه بیام 3380 تا برای من سکه جمع کرد. و اگه 4 ساعت شد دیگه اون سکه همون مقدار میمونه و اضافه نمیشه. یه توضیح دیگه کلا میخوام بدم در مورد ولت. نگاه کنید دوستان عزیز، تعداد زیادی ایردراپ معرفی شده، شاید بالای 30-40 خیلی تعداد شد. بسیاری از این ولت ها کلاهبرداری. ما ولت هایی که معرفی میکنیم همه معتبر و درصد اعتبار بالا هستن، ولی خب یه سریاشون کلاهبرداری. وقتی شما میخواید گزینه ولت ها به قول معروف کانکت کنید، حتما یک ولت جدید با موجودی 0 بسازید. و مثلا الان فرض کنید فردا روزی این گزینه کانکت داره ما فعال شد، نیاید ولت اینو به ولت همستر، ولت تپسو، ولت نات کوین وصل کنید. مقدار پولی که مثلا اونجا لیست شده و به حسابتون وارد شده، ممکنه این ربات به فرض مثلا میگم ربات معتبر ولی مثلا یک ربات دیگه کلاهبرداری باشه و موجودی ولت رو صفر کنه. پس حتما این نکته که گفتم توجه کنید. الان اگه دقت کنید کلا ما 21300 تا سکه دلار جمع کردیم که 847 تاش برام. حالا دلش چیه؟ دلش این بود که ما کارت رو ارتقا دادیم، به بردمون اضافه شد و همونطور که داریم کم کم داره میره بالا چون پروفیتمون خیلی فعلا پایین. دیگه چیزی نمیمونه. امیدوارم که حتما این ربات استارت کنید. مطمئن باشید در ماه‌های آینده پشیمون نمیشید. با تشکر. لطفاً اینستا، تلگرام و یوتیوب ما رو داشته باشید. ایام بیکام. خدا نگهدار.